آدما بعد از مرگ قدر همدیگه رو میفهمن. حالا که میخواهی بعد از مرگم قدر مرا بدانی، من همانم، اکنون جلو تو نشستم و شما هم همانید، جلو من نشستید. مهربان باشیم در حق هم دیگه، عفو بکنیم یکدیگر را، قدر یکدیگر را بدانیم، دعای خیر من پشت سر هم باشد. روز ملاقات رب العالمین نزدیک است. نباشد که اونجا رسوایی باشد. حسابهای خود را پاک کنیم، اصلاح کنیم، تصفیه کنیم. هستیم، الان هستیم، زنده ایم، فرصت هست.